سوره مسد عزیزان من، معنای مسد یعنی لیفت خرما است. از خرما پیچیده شدگی بند است. مسد معناش از خرما پیچیده شدگی چی؟ بند. سبب نزول این سوره عزیزان من، وقتی که الله سبحانه و تعالی محمد علیه السلام دا امر کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انذر عشیرتک الاقربین، ای محمد توی نزدیکات خویشاوندات از عذاب من ترسان. بگوشو گفت که من برای شما دین آوردم، برای شما قرآن آوردم. بگوشو گفت. بینید وقتی که محمد علیه السلام این حکم شد، بالای کوی صفا برمد میگد محمد علیه السلام. بعد چی میگد؟ همه قبیله های عربا بناماش فریاد کرد، یا ابن الهاشم، یا ابن عدی و ها دیگر قبیله ها را همه گفت نزدی من بیایه. همگی میگه 39-40 کس آدم جمع شدن، 39-40 کس جمع شدن. در اینها ابو لهب هم بود، ابن عباس امکاشو بود. بینید چقدر بزرگا اشرفا. کسی که میگه نمیتونیست بجاش یک کس پوسون چی محمد یگان گم میزده شد. بعد گفت ای مردم، گفت گوش کنین، من شما را گم که در عقیب همه پشتی کوی جا وادی یک گروه اسکرها جمع شدگیان برای غارت کردن شما باور میکنه. گفت ما از این زیاش نم باور میکنیم، چون که تو در عمرت یک بارگه به دروغ زدگی نیستی. خلاص گفت من خدا گفت که میگه من شما را دین آوردم و من شما را ترساننده هستم، بیم کننده هستم و در نزد من عذابای سخت‌ترین روز قیامت گفت گرفتار است. ابو لهب ملعون میگد خیستو میگد، با دستاش حرکت کرد، گفت که ای محمد تبا لک لهذا جمعنا، مرگ با تو با. گفت محمد مرگ با تو با که گفت برای همه چیز ما جمع کردی. حتی میگه سنگ گرفته، میگه طرف محمد حرکت کرد. میگه همین سوره مسد نازل شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لهب و تب. خاک شود گفت خدا دستای ابو لهب، خاک هم شد. میگد خدا دعا کرد، ابو لهب دعا کرد، گفت خاک شود گفت دستای ابو لهب. حتی میگد و تب، خاک هم شد. میگد وقتی که ابو لهب میگد این سوره بیادش به حقی و اومد، این سوره که در وی که نازل شد، میگد گفت که میگد من چندین مال و دنیا دارم، فرزندهای زور دارم، عتبه، معتب، عتیبه، بچه های جوان مرد زور دارم، گفت دنیا دارم، گفت من عذاب خدا خلاص نکنه. گفت خدا چی گفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما اغنا عنه ماله و ما کسب. به حاجتش نکرد. میگد از عذاب خدا خلاصش نکرد این ملعون ابو لهب، نه مالش، نه فرزنداش، نه کسب و کارش. میدانی ابو لهب کسلی میگه فراش گرفت، آزارش یک وقتی دیگر میگومد چکه با محمد آزارش. میگد ابو لهب میگد کسلی رخ شد، بدنش میگد بو گرفت، بو که حتی خاندانش، زنش، بچه هاش برآورده از خانه پیش کردن. گفتن تو آرینه پدر در کار نیستی. زنش گفت تو آرینه شوهر با من در کار نیستی. از بوش استاده نمیشید. از میگه شهر مکه بیرون برمد، یک جای بیابانک نمیگد، همین خیل بدنش میگد گوشتاش پوسیده غلطیدن گرفت، مرد. میگد ابو لهب ما بین 3 روز گذشت هیچ کس نگاش نکردن. 3م روز میگد حمالان حبش سیاه‌پوستا میگد اومدن دیدن که یک انسان خواب است مردگی. میگد یک چکری را کافتن،
با نوکای چوب همین خیلی تلکره بوده پرتافتنشو بالاش پوری سنگ کردن و برفتن. عزیزان من، کسی که دشمنی خدا است، کسی که دشمنی اسلام است، کسی که دشمنی محمد صلی الله علیه و سلم است، جزات همین است. عزیزان من گفت که ما اغنان هم مالوه و ما کسب. من گفت ای عذاب خدا، گفت مالم دنیام بچو کچام خلاص میکند. بیزار شدم براوردم پرتافتنش. اینه سیصلا نارن ذات لهب. خدا میگه زود است که میگم من در آتش شعله آورین عذاب میتیم. زود است میگه، زود است که من عذاب شعله آور که میگه عذابش میتیم. و امرأته حمالة الحطب. این چونین میگه زنی ابو لهب هم میگه دوزخی شد که بردارنده هیزم بود. میدانی ام جمیل خواهر ابو سفیان بود. بدبخت همین خیلی انشاءالله خدا خواهد چیز بود که روز رفته خارای تیز جمع کرده می اومد. رای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب می پرتافت که تا که پاچکاش آزار کشد. بینه زن جدا آزار میداد، شوهر جدا آزار میداد. کیا؟ محمد. حالی که محمد چی آورد؟ دین آورد، نجات آورد، خوبی آورد. ما و شما یک وقت علاو پرست بدیم و تو فعل این دین اسلام ما انسان شدیم، ما درجای بلند یافتیم، آبرومند شدیم. از چی؟ از تو فعل اسلام. همین بدبخت میگه در صحرا میگه یک روز میگه خار در پیشش اومد، بالا یک سنگ کلون دم گرفت. میگه همون میگه خاری میگه ویش در گردنش میگه پیچلک بود. میگه یک بار خدا شمال امر کرد، شمال میگه خار غیلون همین خیلی دعوکش کرد، مرده برفت. روز قیامت الله اسمات مفسرها گفتن که روز قیامت از زنجیرهای خاردار در گردن این ملعونی ام جمیل پیچیده می شود و در دوزخ انشاءالله عذاب کرده می شود. عزیزان من بینید محمد علیه السلام به خاطر ابو لهب دو دخترش دادگی بود، بچه هاشنده. بینید دو دخترش رقیه ام گلسون در نکاح بچه هایش ابو لهب بود. میدونی میگد معتبکتی یعنی ویش دوتاش ایمان آورد، نه که عتیبه ایمان نآوردگی است. وقتی که این آیت سوره نازل شد میگد ابو لهب بچه‌هاش گفت اگر دخترای محمد طلاق نکنه سری من برای شما حرام بود. دخترای پیغمبر را طلاق کردن. این عتیبهش میگد رقیه دختری پیغمبر میگه پیش رسول الله آورده طلاقش داد. پیغمبر بسیار خشمگین شد، حتی توف کرد. میگه رسول الله دعا کردن پروردگارا همین عتیبه از یکی خدا خواهد انشاءالله شعرهای خودت که نیست و نابودش کن. ابو لهب به همون قدر ملعونش از دعای محمد میگه میترسید، از دعای محمد میترسید دایم. میگه طرف شام سفر کردن با همراهی، میگه پدرش میگه وقتی که نیمی شب بود میگه الله یک شعر امر کرد. میگه شعر میگه همه خواب بود. میگه هر یک آدم بو میکشید کدامش این نام عتیبه باشد. میگه یافتش میگه تیکه پارش کنه پرتاف. همین خیلی خدا داریم. محمد علیه السلام دو دختری مبارک شه این بدبخت یکتش خدا خواهد دوتاش ایمان آورده. الحمدلله اسلام نموشرف شده که عتیبهش ملعون مثل پدرش از اسلام بی نصیب شد انشاءالله خدا خواهد. بینن عزیزان من خدا دارم میگه فی جیدها حبل من مسد. بینن میگه خدا خواهد روز قیامت در گردنی وای همون ریسمانا خدا خواهد انشاءالله عذاب کرده میشد. عزیزان من از الله ترسیم، همون خدا خواهد انشاءالله از الله ترسیده طاعت کنیم، از الله ترسیده عبادت کنیم. عزیزان من این بود قصه برای شما پر مضمون انشاءالله. خدا من گفتم این اگر من ساعت ها برای شما تفسیر کنیم این کم است، لیکن من برای شما آگاهی میتونم که هرگز دشمنی خدا نشو، هرگز دشمنی پیغمبر محمد علیه السلام نشو، دشمنی اسلام نشو که عاقبتت همین است. عزیز من خدا یک تا ویروس چند طاقت نداری، یک تا ویروس چند میپرتاید هیچ کس دردت نمیابد. خدا شوخی به خودت کن، به زنت کن، به فرزندات کن، به جورهات کن، با الله خدا شوخی نکن. گفتیم بهادی نقشبند چوبی خدا صدا ندارد، بعد از زدن دوا ندارد.
عزیز من. او چوبایی که نمیبرد خونت پرد، هیچ کس نه عرض کردم نمیتونی، هیچ کس نه شکایت کردم نمیتونی. من آدم بیمار کی شکایت میکنن، نگه الله بعد، لیکن الله تقدیر تقدیر جنبان خود سبب میشه خدا خواهد انشاءالله. زید اسلام کی کار کردی، زید قرآن، زید محمد کی کار کردی، جزا عزیزی من مقرر است. بریم